Allah, welcome all of you. I hope you are doing great as usual. خوش آمده همه‌تان. امیدوارم حالتان خوب باشه. در این ویدیو می‌خوایم ما دو تا اصطلاح اختراس خیلی مهم و کاربردی رو با هم یاد بگیریم که این اصطلاح اختراس بسیار کاربردی هست و در مکالمات انگلیسی به کار میره. اولین اصطلاح ما هست break the ice. break the ice یعنی سکوت را شکستاندن. یعنی سر موضوع را باز کردن. این معنا را میده. فرض کنید که شما میخواید درباره یک موضوع صحبت کنید یا فرض کنید میخواید درباره انگلیسی یاد گرفتن صحبت کنید، چند نفری با هم نشستید، یک نفر اون موضوع را باز میکنه. این break the ice، این سر موضوع را باز کردن یا سکوت را شکستاندن. Someone's got to break the ice and it might as well be. دومین اصطلاح من هست hit the nail on the head. hit the nail on the head یعنی گول گفتی. این معنا رو میده. یعنی حقیقت رو گفتی، عجب موضوع گفتی. فرض کنید این اصطلاح زمان استفاده میشه که فرض کنید که شما در یک مسابقه شرکت کردید و در اون مسابقه شکست خوردید. بعد از آن با هم دعوا میکنید، با هم سر و صدا میکنید که عامل شکست خوردن ما در این مسابقه چی بود. بعد یک نفر میگه که hit the nail on the head، یا یک نفر میگه که ما خوب تمرین نداشتیم. بعد یک نفر دیگه میگه درست گفتی، گل گفتی، عجب موضوع گفتی. این مطلقاً موضوع رو گفتی دیگه، گپ رو کامل کردی. یعنی hit the nail on the head این معنا رو میده.